دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه چند وقتیه یک سری از دوستان و مخاطبان دوره ها و سایت من یک سری فایل هایی رو برای من میفرستن از اساتید مختلفی که تو حوزه موفقیت و بهبود فردی فعالیت میکنن، که من یه تایمی گذاشتم یه تعداد از این فایل ها رو دیدم و متوجه شدم راهکاری که این افراد و این اساتید توی این فایل های خودشون، آموزش های خودشون ارائه میکنن بیشتر حکم مسکن رو داره تا چیزی که بخواد مشکل رو حل بکنه. خب مسکن چی کار میکنه؟ مسکن میاد اون عصبی که درد رو داره شناسایی میکنه رو برای یک مدت خیلی موقت غیر فعال میکنه و شما دیگه توی اون مدت درد رو احساس نمیکنید. و خب خیلی ها فکر میکنن که حالشون خوب شده، ولی اینطور نیست. این موقته. وقتی که اثر اون دارو بپره شما دوباره درد رو احساس میکنید و خیلی وقتها چون اون عاملی که داره درد رو ایجاد میکنه در حال پیشروی هستش، وقتی که شما اثر دارو از بین میره شما درد رو با شدت بیشتری احساس میکنید. برای همین مسکن فقط درد رو تسکین میده برای یک خیلی مدت کوتاهی و چیزی رو حل نمیکنه. راهکاری که این افراد هم ارائه میکنن مثل همین مسکن هاست. یعنی چی؟ خب من یکی از این فایل ها رو داشتم میدیدم برای افراد مجردی که ناراحتن از این که چرا نتونستن یک فرد مناسبی رو برای خودشون پیدا بکنن تا باش ازدواج بکنن، داشت ارائه میکرد و میگفتش که شما چرا ناراحتی؟ شاید قرار باشه که مجرد بمونی، شاید این تقدیر خداوند برای تو باشه و اگر تقدیر خداوند باشه نمیشه کاریش کرد. شما یاد بگیر که مجرد زندگی بکنی، یاد بگیر از تنها بودنت لذت ببری، از تنهاییت لذت ببر، برو برای خودت نمیدونم تفریح بکن، احساس بکن آخرین روز زندگیته، چجوری دوست داری زندگی بکنی، خودتو نوازش بکن، به کسی احتیاج نداشته باش، خودتو بغل بکن، خودتو ببوس، خودتو نوازش بکن، حس خوب در درون خودت ایجاد بکن، برو دنبال علایقت، حال خوب در درون خودت ایجاد بکن. شاید هنوز اون فردی که مناسبت باشه پیدا نشده، شاید وجود نداشته باشه و اگر این زمان قرار باشه طولانی باشه تو چرا با حال بد زندگی بکنی، حال خودتو خوب بکنی. این حرفا. ببینید دوستان، من چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که با توجه به اون مطالعاتی که داشتم، با توجه به تجربه‌ای که سالها توی این زمینه من داشتم، قوانینی که ما برای موفقیت استفاده میکنیم دقیقاً مثل قوانین فیزیک دقیق و حساب شده است. چیزی به اسم شاید، اما، احتمال داره، ممکنه، تقدیر خداونده وجود نداره. قوانین فیزیک رو در نظر بگیرید. شما فرض بکنید میخواهید یک فضاپیمایی رو تولید بکنید، طراحی بکنید، بفرستید به یک سیاره دیگه، مثلا مثل مریخ. شما نمیتونید بگید که من بدون توجه به قوانین فیزیک خودم میام یه سیاره، یک فضاپیمایی رو حالا ایجاد میکنم، طراحی میکنم به هر شکلی که دلم بخواد، بعد میام اون رو لانچ میکنم، توکل میکنیم به خدا، به امید خدا اگر خدا بخواد، اگر نمیدونم تقدیرمون باشه، این میره مریخ فرود میاد، اگر نه تو هوا میترکه، اگر هم خدا بخواد این میره اصلا به یه سیاره دیگه، میره توی مثلا کره ماه میشینه. حرفا اصلا مسخره است، بهتون میخندن. این حرفا اصلا یعنی چی؟ قوانینی که شما برای موفقیت استفاده میکنید مثل قوانین فیزیک دقیق و حساب شده است. هیچ اگر و امایی وجود نداره. دوستان ببینید، ما تو طول زندگیمون با تضادهای مختلفی برخورد میکنیم. تضادها چی هستند؟ فرض بکنید که یک بچه تنها داره زندگی میکنه و حالش هم خوبه، هیچ دوستی نداره. وقتی که تو خیابون داره میره میبینه که افراد دیگه، بچهای همسن و سالش، با افراد دیگه‌ای دارن بازی میکنن و چند نفرن، گروهن و اون تنهاست و اینجا با یک تضاد مواجه میشه، احساس تنهایی میکنه و احساس میکنه که اون هم نیاز داره با افراد دیگه‌ای باشه و باهاشون بازی بکنه. و وقتی که به این تضاد برخورد میکنه تازه در درونش این خواسته شکل میگیره که من دوست دارم با یک فرد دیگه‌ای باشم، دوست باشم، در ارتباط باشم، بازی بکنم. افراد بزرگسال و همه ما توی زندگیمون بارها و بارها این تضادها رو تجربه میکنیم توی زمینه‌های مختلف و این تضادها برای ما روشن میکنن که ما چه خواسته هایی میتونیم داشته باشیم. و بعد وقتی که خواسته‌ای در درون ما شکل گرفت، ما باید باورش رو توی ذهنمون ایجاد بکنیم که ما هم میتونیم به این خواسته‌مون برسیم، لیاقتش رو داریم، پتانسیلش رو داریم، تواناییش رو داریم و اگر بتونیم باورش رو
دقیق و خوب توی ذهنمون ایجاد بکنیم، کائنات راه رو به ما نشون میده، ما رو هدایت میکنه به مسیری که ما میتونیم به خواستمون برسیم و کافیه که قدم برداریم و به خواستمون میرسیم. به همین دقت هیچ اگر و اما، شاید، ممکنه‌ای وجود نداره. هیچ تقدیر از پیش نوشته شده‌ای وجود نداره. من واقعا تعجب میکنم قرن 21 ولی هنوز خیلی از آدما باور دارن که خداوند تقدیر اونها رو از قبل نوشته و اونها شاید با تلاش خیلی زیاد بتونن یه تغییری توی اون ایجاد بکنن. این حرف اصلا مزخرفه. اینو فراموش بکنید. هیچ کس جز شما نمیتونه توی سرنوشت شما دخیل باشه. خداوند اختیار 100% زندگی شما رو به دستای خودتون داده. اگر زندگیتون اونجوری که میخواید نیست، به خاطر باورهایی که توی ذهنتونه. شما اگر فرد مناسب برای ازدواج رو پیدا نمی‌کنید، به خاطر باورهای نامناسب ذهنتونه. آخه مگه میشه شما فرض بکنید یه نفر تو کسب و کارش خیلی موفقه، فروش خیلی بالایی داره از محصولاتش و اجناسی که تولید میکنه، بعد حالا یه مدت فروشش کم شده و روز به روز هم داره کمتر و کمتر میشه، یک سیر نزولی رو داره طی میکنه. اون فرد بیاد بگه خب همینه، جهان همینه، یه روز با توه یه روز علیه توه. اون زمان که ما خوب فروش داشتیم خدا میخواست، الان نمیخواد. ما نمیدونم شاید اون موقع ناشکری کردیم، الان داریم تقاضا پس میدیم. شاید خداوند داره ما رو امتحان. نه، اینا حرفا اصلا مزخرفه. کاری که شما باید بکنید اینی که برید ببینید چه اتفاقی افتاده که فروشتون اومده پایین. برید ببینید همکاراتون دارن محصول بهتری تولید میکنن، شما دارید محصولی که تولید میکنید نسبت به قبل با کیفیت پایینتریه، نمیدونم پشتیبانیتون ضعیف‌تر شده، چه موردی هست که باعث شده فروش شما بیاد پایین. برید مشکل رو پیدا بکنید و اون رو حل بکنید، نه اینکه بشینید با یک سری حرفای خیلی خوشگل و مثلا دلنشین یه جوری حال خودتون رو خوب بکنید. خب الان حال خودتون هم خوب کردید برای 2 روز 3 روز، 1 هفته، 1 ماه، بعدش چی؟ فروشتون اومده پایین. یا اینکه شما حال خودتون رو خوب کردین، اوکی الان زمانش نیست، باید مجرد بمونید. خب الان 2 سالم گذشت، چی شد؟ تا زمانی که شما ذهنتون و باورهاتون و دیدگاهتون نسبت به جنس مخالف رو تغییر ندین، هیچ اتفاقی توی زندگی شما نمیفته. قوانین موفقیت دقت بسیار بالایی دارن، به همون اندازه قوانین فیزیک. این موارد رو دور بریزین. ما توی دوره‌ای به نام دوره قانون توانگری اومدیم تمام این قوانین رو توضیح دادیم، در موردش صحبت کردیم، اینکه چطور شما یک خواسته ای رو پیدا بکنید، چطور اون رو به وضوح برسونید، واضح بکنید برای خودتون و برای کائنات، چطور اون رو درخواست بکنید، چطور باورهای متناسب با اون رو توی ذهنتون ایجاد بکنید و چطور اقدام بکنید برای رسیدن به اون. ممنونم دوستان، خدا نگهدار.